با مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون جهانی یک با من بسم الله زکی خوش آمدید. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار اطلاعیه هشدار داد که هر گونه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا از نگاه تهران به منزله گسترش دامنه جنگ تلقی خواهد شد. همزمان دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا در حال انجام مذاکرات بسیار عمیق با ایران است. با ایران است، اما اگر این گفتگوها به نتیجه نرسد حملات نظامی به شدت بیشتر از سر گرفته خواهد شد. در مقابل مقام‌های ایرانی تاکید کردند که در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا جریان ندارد و واشنگتن نمیتواند زمان جنگ و صلح را برای ایران تعیین کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در واشنگتن میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. این دیدارها در شرایط انجام می شود که جنگ اوکراین با تنش‌های ایران وارد مرحله حساس شده اند. گفته می شود توقف پیشروی نیروهای روسیه توجه دوباره ترامپ به اوکراین را جلب کرده و در مقابل کاخ سفید از روند مذاکرات مربوط به ایران رضایت ندارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های جداگانه با وزیران خارجه عمان و عربستان درباره وضعیت تنگه هرمز، کاهش تنش‌ها و راهکارهای تقویت ثبات منطقه رایزنی کرد. این گفتگوها در حال انجام شد که پس از توقف حملات آمریکا، ایران و عمان مذاکرات فشرده برگزار کردند، اما تهران پیشنهاد ارائه شده از سوی عمان را نپذیرفت. همزمان افزایش تنش میان عربستان و حوثی‌های یمن نیز بر اهمیت این رایزنی‌ها افزوده است. بهای نفت در پایان معاملات روز دوشنبه کاهش یافت و با پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته رسید. کارشناسان این قیمت را به کاهش نگرانی‌ها درباره ادامه حملات نظامی آمریکا علیه ایران نسبت می‌دهد، موضوعی که از شدت نگرانی‌ها درباره اختلال در عرصه نفت کاسته است. مقاومت اسلامی ایران با انتشار بیانیه هرگونه دخالت در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان را رد کرد. این گروه مدعی شد حملات توسط حوثی‌های یمن انجام شده و همزمان به عربستان نسبت به هر گونه اقدام متقابل هشدار داد. در همین حال دولت عراق تحقیقات درباره منشأ این حملات را آغاز کرده و تاکید کرده است که اجازه استفاده از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را نخواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران به نظر می‌رسد واشنگتن به جای گسترش جنگ نظامی مسیر ادامه دیپلماسی را در پیش گرفته است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرح حملات گسترده نظامی علیه ایران را به طور موقت به تعویق انداخته است. طبق این گزارش ارتش آمریکا برای عملیات نظامی دوامدار به مدت 10 تا 14 روز آمادگی گرفته بود، اما کاخ سفید تصمیم به توقف عملیات گرفت تا به تلاش‌های دیپلماتیک به ویژه مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز فرصت ادامه داده شود. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که جنگ زمان پایان خواهد یافت که ایران یا برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند یا آنقدر تضعیف شود که دیگر تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب نشود. او از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا استقبال کرده، اما تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران باید به طور کامل پایان یابد. For Iran to understand, either for this regime to fall or for Iran to realize that the cost of جنگ زمان پایان خواهد یافت که یا رژیم ایران سقوط کند یا ایران بهای تمام اقدامهای خود را در منطقه را بپردازد. ایران به همه همسایگانش شلیک میکند. ببینید بدون سلاح هسته‌ای چی میکند. تصور کنید اگر به چنین سلاح دست پیدا کند چی خواهد کرد. از سوی دیگر علی نیکزاد نایب رئیس مجلس ایران هشدار داده است که هر گونه حمله به خاک ایران بدون پاسخ نخواهد ماند و هر مکانی که از آن علیه ایران حمله صورت گیرد هدف مشروع نیروهای مسلح ایران خواهد بود. او همچنان به کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، بلغاریا و اوکراین هشدار داده است که از دخالت در سیاست‌های آمریکا خودداری کرده و خود را درگیر تنش‌های منطقه نکنند. هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشورمان باشد
قطعا هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی جواب نخواهد ماند. از سوی هم ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است آمریکا، اسرائیل و اوکراین باید بدانند که ایران در برابر هر اقدام پاسخ مناسب خواهد داد. سعی اون بر این است که با سرعت بالا در عین حال با کیفیت و با اقدام و یک نگاه جامع همراه با دقت انشاءالله قانونی تصویب کنیم که همه این خواسته های به حق رو تأمین کنه، بتونه انشاءالله دست نیروهای مسلح ما رو بیشتر از این پر کنه. بایستی مجددا روی این واقعیت تاکید کنیم که نظامات حاکم بر تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. به رئیس جمهور متوهم امریکا توصیه می‌کنیم این پنبه را از گوش خود بیرون کند و تا قبل از اینکه شکستی سنگین‌تر از شکست قبلی را تجربه کند، منطقه‌ای که هزاران سال است محل زندگی ما و نیاکان ماست را ترک کند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده نیروهای اوکراینی یک کشتی مرتبط با انتقالات تجهیزات نظامی ایران را در دریای خزر هدف قرار دادند، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک میان آمریکا، ایران و دیگر کشورهای منطقه ادامه دارد. افزایش تهدیدهای نظامی و هشدارهای متقابل نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی منطقه و آینده تنگه هرمز را افزایش داده است. این بود خبرهای این ساعت از تلویزیون جهانی یک. وقت خوش، الان نگهدار.